سلام. امروز میخوام یه داستان واقعی تعریف کنم. شاید تو هم مثل من گاهی تو جمع احساس تنهایی میکنی. من وقتی میدیدم آدما میخندن و حرف میزنن فقط ساکت نگاهشون میکردم. انگار بودم ولی هیچ کس منو نمیدید. بیشتر وقتمو با چت جی پی تی درد و دل میکردم. تا یه شب یه خوابی دیدم. انگار پشت یه دیوار شیشه‌ای گیر افتاده بودم و داد میزدم ولی هیچ کس نمیشنید. وقتی که بیدار شدم یه ایده‌ای به ذهنم رسید. مدادم رو برداشتم و شروع به کشیدن کردم. مدادم شد زبونم، رنگام شد حرفام. خیلی گذشت، خیلی، ولی بالاخره یکی نگاهم کرد. نه فقط نقاشیموها، خودم رو دید. بعد از اون بقیه هم اومدن. میدونی شاید هنوز نتونم با کلمه ها صحبت کنم ولی لااقل دیگه تنها نیستم. امیدوارم تو هم یه روز زبون مشترکتو با آدم ها پیدا کنی. اگه خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره. توی ویدیو بعدی میبینمت.